یک شاخ گل، برنامه شماره 212. صبح است و صبا مشک فشان می گذرد، دریاب که از کوی فلان می گذرد. صبح است و صبا مشک فشان می گذرد، دریاب که از کوی فلان می گذرد. برخیز چه خسبی که جهان می گذرد، بویی بستان که کاروان می گذرد. من عاشقی از کمال تو آموزم، بیت و غزل از جمال تو آموزم. در پرده دل خیال تو رقص کند، من رقص خوش از خیال تو آموزم. رقص خوش از خیال تو آموزم.
گر خوب نیم خوب پرستم باری، گر خوب نیم خوب پرستم باری، ور باده نیم باده پرستم باری. گر نیستم از اهل مناجات رواست، از اهل خرابات تو هستم باری.
تا به دامان تو ما دست تولا زده ایم، به تولای تو، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم. تا نهادیم به کوی تو سنم روی نیاز، پشت پا بر حرم و پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده ایم. یا پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده ایم. در خور مستی ما در خور مستی ما رطل و خم و ساغر ما از آن باده کشانی که دریا زده ایم. کشانی که دریا زده ای.
نشوی غافل از اندیشه شیدایی ما، نشوی غافل از اندیشه شیدایی ما، گرچه زنجیر به پای، گرچه زنجیر به پای دل شیدا زده ای جانا جای دیوانه، جای دیوانه چو در شهر ندادن تا
من و دل چند گهی من و دل چند گهی خیمه به صحرا زده ای من و دل چند گهی خیمه به صحرا زده ای عشقت به دلم در آمد و شاد برفت عشقت به دلم در آمد و شاد برفت باز آمد و رخت ناز بنهاد و برفت گفتم به تکلف 2-3 روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 212 بود که با شرکت آقایان اکبر گلپایگانی و فرهنگ شریف تنظیم گردیده. آهنگ 4 از آقای موسی معروفی، اشعار از مولانا همای شیرازی، گوینده روشنک.